شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. راننده تاکسی که گویا به نشان اعتراض از منع تاکسی های 3 سامانی قصد خودکشی کرده بود زنده و در شفاخانه است. در روز اول فروش سهمیه ها در بیرژه آسیای مرکزی توجه به اوراق گرانبهای بانک اسخط بزرگ بوده است. ساعت هنوز 10 نشده بود که ما دیدیم که بیش از 10,000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سامانی فروخته شد. فکر میکنم این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میکشاید. و امریکا برای اولین بار موقع‌های اصلاح به دستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را با استفاده از بزرگترین بمب غیرهسته‌ای روی عالم مورد آتش قرار داد. ما نظام غارها و تونل‌های را هدف قرار دادیم که توسط آن سلاح به دستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی آزادانه حرکت کرده بالای مشاوران امریکایی و سربازان افغان حمله می‌نمودند. حکمت الله شریپов راننده تاکسی که شام 11 اپریل گویا به نشان اعتراض علیه منع تاکسی‌های ارزان در نزد بینای شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده بود بستری شده است. طبیبان وضع او را معتدل ارزیابی می‌کنند ولی میگویند که بنابر زخم برداشتن از گلو و صحبت کردن نمی‌تواند. حجره‌ای که این راننده 37 ساله بستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش اجازت نیست. دادستانی نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در رابطه با این حادثه بر اساس ماده قصد خودکشی پرونده باز کرده قضیه را تحقیق دارد. در حالی که مقامات حقیقت این حادثه را رد می‌کند ولی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که این راننده به نشان اعتراض از منع حرکت تاکسی‌های 3 سامانی در پایتخت در نزد بینای شهرداری قصد به جان خود نمود. در دوشنبه امروز نخستین بیرژه اوراق گرانبها با فروشی وامبرگ‌های بانک اسخط برگزار شد. در چند ساعت اول وامبرگ‌های این بانک به مقدار 1 میلیون سامانی به فروش رفتند. بیرژه فوندی آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان بعد از تلاش‌های زیاد 2 سال پیش تشکیل گردید. شادمانی تیم به واسطه شاهد خرید و فروش کاغذهای قیمتناک بود. در ساعت‌های نخستین آغاز رسمی سودای وامبرگ‌های بانک اسخط در بیرژه فوندی آسیای میانه در دوشنبه به مقدار بیش از 1 میلیون سامانی وامبرگ‌ها به فروش رفتند. صدای گانگ بیرژه فوندی آسیای میانه در دوشنبه امروز 14 اپریل بعد از 2 سال تشکیل شدن این بیرژه دوباره بلند شد. نخستین ناشر کاغذهای قیمتناک در بیرژه بانک اسخط شد و صبح امروز فروش وامبرگ‌های 2 ساله این بانک با بهره 22% سالانه در این بیرژه به فروش گذاشته شد. در ساعت‌های اول فعالیت بیرژه در حجم 1 میلیون سامانی وامبرگ‌های اسخط به فروش رفتند. خورشید ناصرو رهبر شورای مدیران بانک اسخط گفت از نتیجه روز اولین به فروش برآوردن وامبرگ‌ها قناعتمندند چونکه منتظر نبودند در روز نخستین این مقدار وامبرگ‌ها به فروش می‌روند. ساعت هنوز 10 نشده بود که ما دیدیم که بیش از 10,000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سامانی فروخته شد. فکر میکنم این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میکشاید. رهبریت بیرژه گفتند این نتیجه اولین فروش است و در دوام روز آن میتواند تغییر یابد. در عین حال در بازار 200,000 دانه کاغذ موجود است. عموما سرمایه‌گذاران میتونند این را خرید کنند چون انا ما پیش از سودا سر شدنش یک چند تا گوییم پری اوردر گوییم پرزاکازو گرفتگی هستیم. یکمی سرمایه‌گذار باید خرید و فروش کاغذهای قیمتناکی استفاده این شرکت وطنی GSP فراز میباشد که در حجم 1 میلیون سومان خرید وامبرگو رو اظهار نموده و امروز همین چیز رو میخرند. برای همون نیز ما با شرکت فراز میندوری خود رو میخواستیم بیان نماییم. نخستین بیرژه فوندی آسیای مرکزی ماه اکتبر سال 2015 در پایتخت تاجیکستان فعال شد. مؤسسان اصلی بیرژه فوندی آسیای مرکزی شرکت‌های تاجیکستانی و شرکت بریتانیایی GMX هستند. از شرکت‌های تاجیکستانی تأسیس دهنده این بیرژه نام برده نمی شود. اما به معلومات غیر رسمی بیرژه را شرکت‌های نزدیک به حکومت تأسیس دادند.
تأسیس این بیرژه را کوشش برای به میان آمدن بازار فروش کاغذهای قیمتناک عنوان میکنند. اقتصادشناسان تاجیک میگویند برای رشد اقتصاد در تاجیکستان فعال شدن بیرژه فوندی نهایت مهم است و آن میتواند به یکی از گرداننده های اقتصاد بدل شود، اما با در نظر داشت آنکه تنها بعد 2 سال فعالیتش نخستین بار برگزار کردن بازار فروش کاغذهای قیمتناک، برخی از کارشناسان از آن خوشبین نیستند که آن تواند توجه سرمایه‌داران را به خود جلب کند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوع بین‌المللی. صبح روز جمعه دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان تصدیق کرد که استفاده بزرگترین بمب غیرهسته‌ای جهان با هماهنگی مقامات این کشور صورت گرفته است. رئیس حکومت اجرایی افغانستان دکتر عبدالله نیز در شبکه توییتر نوشته است که بمب با احتیاط استفاده و از قربانی در بین مردم ملک جلوگیری شده است. ولی پرزیدنت پیشین افغانستان این عملیات را محکوم کرده است. درباره چگونگی سلاح و پیامد عملیات مومن احمدی گزارش می‌دهد. شام پنجشنبه ایالات متحده آمریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای روی عالم را که با لقب مادر تمام بمب‌ها شناخته می شود در شرق افغانستان استفاده برد. طور در نواری آزمایشی می بینیم این بمب عظیم ساعت 7 شام پنجشنبه از هواپیمای MC-130 توسط چتر پرتاب شده در ناحیه اچین ولایت ننگرهار هممرز با پاکستان به زمین برخورد. ما نظام غارها و تونل های را هدف قرار دادیم که توسط آن سلاح به دستان گروه دهشت افکنی دولت اسلامی آزادانه حرکت کرده بالای مشاوران آمریکایی و سربازان افغان حمله می نمودند. این بمب که نام قانونی آن GBU-43 می باشد در سالهای جنگ عراق استحصال شده روز 13 اپریل برای اولین بار در شرایط واقعی استفاده شد. درازی بمب بیش از 9 متر، دیامتر و یا قطر آن بیش از 1 متر و وزنش تخمیناً 9 تن و 700 کیلوگرم می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به عملیات شام پنجشنبه بهای بلند داد. خیلی از این مردم افتخار دارم. باز یک عملیاتی با موفقیت. ما با نظامیان خود افتخار میکنیم. خبرگزاری ها از نقل مقامداران افغان اطلاع می دهند که ایالات متحده آمریکا قبل از عملیات با آنها مشوره کرده بود. روز جمعه وزارت مدافع افغانستان درباره تلفات این حمله هوایی گفته است که در این حمله 36 سلاح به دست گروهی به نام دولت اسلامی کشته شدند. هفته گذشته در نبرد با این گروهی دهشت افکن یک سرباز آمریکایی به هلاکت رسیده بود. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا در جایهای دیگر نیز بر ضد گروهی به نام دولت اسلامی از حمله های هوایی استفاده می‌برد. پنتاگون اعتراف کرده است که ماه روان بر اثر حمله های هوایی ناموفق 18 عضو گروه مسلح آشوبگران مخالف رژیم بشار اسد در سوریه و نزدیک 200 فرد ملکی در یکی از بناهای شهر موصل عراق به هلاکت رسیدند. برنامه را ادامه میدیم. دپارتمنت دولتی آمریکا میگوید ادعای رژیم سوریه درباره صحنه‌سازی بودن حمله کیمیایی بالای شهر خانشیخون این کشور کاملا بی‌اساس است. پرزیدنت سوریه بشار اسد در یک مصاحبه که پاره‌های آن را دیروز خبرگزاری فرانس پرس نشر کرده است میگوید نیروهای دولتی سوریه مسئولیت حمله به شهر خانشیخون که 4 اپریل به وقوع پیوسته حیات 87 نفر را از بین برده است بر دوش نیروهای دولتی سوریه نیست. فرمان حمله صادر نشده است. ما سلاح کیمیایی نداریم. ما ذخیره سلاح کیمیایی را چند سال پیش سپردیم. حتی اگر چنین سلاح در اختیار می بود ما از آن کار نمی کردیم. آمریکا سوریه و متفق اساسیش روسیه را با کوشش پنهان نمودن حقیقت متهم کرده است. به قول مارک تونر سخنگوی دپارتمنت دولتی حمله واقعیت دارد و آن نه تنها عمل خلاف معیارهای بین المللی بلکه احتمال جنایت حربی باشد. در شهر کراچی پاکستان خدمات تاکسی‌های مخصوص به راه مانده شده است. اداره تاکسی‌های گلابی رنگ از سوی زنان صورت می‌گیرد و مسافرانش نیز تنها زنان هستند. استفاده تاکسی‌های ویژه به خاطر بی‌خطری زنان عنوان کرده می‌شود که معمولاً در نقلیات جمعیتی از جانب مردان آزار می‌بینند. ادامه موضوع در گزارش ساجده میرزا. در شهر کراچی پاکستان یک نوع تاکسی مخصوص برای زنها تشکیل شده است. این تاکسی ها را پینک تاکسی یعنی تاکسی گلابی و یا به شکل کوتاه شده پکسی می نامند.
راننده و مسافران این گونه تاکسی ها تنها زنهایند. زویا قریشی 22 ساله دانشجو است و هفته کمش یک بار به تاکسی احتیاج دارد. از آنجایی که راننده زن است من خود را امن و راحت احساس می کنم. اثنای سفر در شهر ما مشکل امنیت وجود دارد. سفر در گرد و اطراف کراچی تشویش آور بوده مشکل ایجاد می کند. در شهر کراچی که 20 میلیون اهالی دارد، اتوبوس ها معمولا پر از مسافرند. تحقیقات مرکز ذخیره های شهری کراچی ثابت کرده است که زنها در واسطه های نقلیات موردی بدرفتاری مردها قرار می گیرند. با این حال تاکسی گلابی که ماه مرد فعال شد برای زنان آلترناتیوی با امنیت است. رخشانه اسلم یکی از 10 راننده زن است که اخیراً به کار گرفته شد. قبل از آغاز کار او از تمرین امنیتی گذشت. ما در هر یک ماشین جهاز آتش خاموش کنی و کمک اولیه تیبی داریم که استفاده اش را آموخته ایم. در برابر کمک اولیه ما درس‌های دفاع از خود را نیز از بر کردیم. تاکسی گلابی را می توان با تلفن، ضمیمه تلفن هوشمند و یا با اشاره در کوچه کرا کرد. شرکت نقشه دارد که در شهرهای لاهور و اسلام آباد نیز این گونه تاکسی ها را راه اندازی کند. من فکر میکنم که در همه مناطق پاکستان چنین تاکسی ضرور است، زیرا در سراسر کشور زنان با مشکلات امنیتی روبرو می باشند. منعقدان میگویند بسیاری از زنان پاکستانی امکان پرداخت چنین خدمات مسافرکشانی را ندارند. زویا قریشی برای سفر کوتاهش 250 روپیه یا خود $2 پرداخت کرد که 2 برابر بیشتر از نرخ بلیط اتوبوس است. ولی زویا میگوید تا زمانی که امنیت زنان پاکستانی تأمین نیست، صرف نظر از نرخ این گونه تاکسی ها مشتری خواهند داشت. برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه یک همایش اینواتسیونی برگزار شد که در آن کودکان امکان داشتند با بازی‌های اینواتسیونی از جمله ربات‌سازی آشنا شوند. همکاران ما جریان آموزش را به نوار گرفتند. کودکان نورسان تاجیک اکنون میتوانند مستقلانه کشتی‌های زیرآبی، راکت و ربات و دستگاه‌های دیگری غیرعادی بسازند. با چنین نقشه نخستین مکتب ربات‌سازی و مهندسی در تاجیکستان کودکان را به دوره‌های مخصوص آموزش تکنیک ربات‌سازی دعوت می‌کند. این مکتب در دایره یک سازشنامه میان سازمان جمعیتی امپریای دانش و مکتب مهندسی ربات‌سازی شهر مسکو در تاجیکستان به راه مانده شده است. کودکان ما الکی میدانند که این ربات‌ها چه خیلی کار میکنند. ما با کودکان ربات طبیب میسازیم که احتمال در آینده جای همشیره‌های شفقت را میگیرند و در موضع‌های مثلا برای صحت خطرناک آنها میتوانند استفاده شوند. ما ربات پلیس را میسازیم. او میتواند در میان یک عامه بزرگ جنایتکار را پیدا و بی‌ضرر کند. یعنی ربات‌ها در هر صورت در آینده وارد زندگی ما میشوند و ما کودکان را باید به این جهان آماده کنیم. По роботам, по инжинирингу, да, это будет даст колоссальный результат. Радмир Эльдарович, это наш гость. در دوره‌های آموزش تکنیک ربات‌سازی کودکان درس‌های فیزیکا و متماتیکا، تکنولوژی، بیولوژی را نه در علاهیدگی بلکه مشترک و در عمل با اجرای یگان کار می‌آموزند. Проект школы инжиниринга и робототехники меня заинтересовал еще полгода назад. هنوز نیم سال پیش مکتب مهندسی و ربات‌سازی در بیرون از تاجیکستان دقت مرا جلب کرده بود و من تصمیم گرفتم که آن را به مرکزی تعلیمی خودم نیز وارد سازم، زیرا می‌خواستم کودکان ما و کودکان تاجیکستان توانند نه تنها در مؤسسه‌های ورزشی رشد کنند و زبان‌های گوناگون آموزند، بلکه در ساحه علم نیز که به فیزیکا، متماتیکا، شیمیا وابستگی دارد رشد کنند. مؤسسان لایحه مکتب ربات‌سازی و مهندسی باور دارند اولین تجربه آموزش ربات‌ها در تاجیکستان موفق خواهد شد. اختراعکاران جوان تاجیک که تعدادشان بیش از 200 نفر گفته می شود، غالباً از روی کاغذ ماندن نقشه و زحمت‌های چند ساله خود و نبود شرایط خوب برای اختراعکاری شکوه می کنند که این معمولاً باعث دلسردی آنها می شود. با این گزارش نمایشگاه اینواتسیونی برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را شما میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و توییتر پیدا کنید. تشکر که این بار هم با ما هستید و برایتان استراحت خوب میخواهیم.